وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه در مورد موضوعی بحث خواهیم کرد پیرامون قصیده برده. این قصیده برده که در این غلو و افراط و زیاده روی های در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم شده و حتی کلمات کفرآمیز و شرک‌آمیز در آن طرح شده و متاسفانه نسبت داده شده به رسول الله صلی الله علیه و سلم و غلو و زیاده روی در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم در این قصیده صورت گرفته. این قصیده حقیقتاً در بیشتر در محافل به نام میلاد که جشن میگیرند برای میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم و تولد پیامبر علیه السلام، که این خودش باز از خود یک بحث جداگانه ای دارد که ان شاء الله در بحث محافل خوشی در آن مورد صحبت خواهیم کرد اگر پروردگار متعال برای ما توفیق بده. و جزئی از اعیاد غیر شرعی و غیر سنی هست که ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت. بیشتر این قصیده در آنجاها، یعنی در محافلی که برای تجلیل از میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته می شود، برای آن در آن مجالس بیشتر این قصیده خوانده می شود. اگرچه این قصیده به صورت اطلاق میشه گفت در همیشه خوانده می شود، ولی به خصوص در وقتی که میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم را اهل بدعت جشن میگیرند از این قصیده استفاده می کنند و فکر می کنند که این قصیده تعریفی از پیامبر است و فکر می کنند که این قصیده مقام و جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان می کند، اما حقیقتا نه، این گونه نیست. برای شما بیننده عزیز و فهیم و گرامی آشکار خواهد شد که نه اینکه در این قصیده تعریفی از رسول الله نمی کند، بلکه توهین و تحقیر می کند پیامبر را، چون پیامبر علیه السلام را بالاتر از مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی می کند و پیامبر علیه السلام را نعوذ بالله در مقام الله می نشاند و صفات الهی را و اختیارات الهی را میدهد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، که این حقیقتا توهین آشکار و صریح است به مقام و جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا این را قصیده برده میگویند؟ در نزد خودشان مشهور است که امام بوصیری یکی از افراد است که این قصیده را سروده، کسی به نام بوصیری، و با آن امام بوصیری میگویند. این فرد چنانچه ادعا شده میگویند که این شخص به یک مریضی پوستی، به یک مریضی که به پوست مربوط میشد مبتلا شد و به حد این مریضی بالا گرفت که مردم از او متنفر شدند، مردم از او بیزار شدند
و او را در مجالس و محافل ترک میکردند و کسی بر او توجهی نمیکرد و میگفتند یک فرد مبتلا به یک مریضی هست و به هر حال شاید مریضی پیسی بوده باشه و مردم از او تنفر میکردند و دور میشدند. ادعا میشه که این فرد بوصیری پیامبر علیه السلام را در خواب میبیند و پیامبر علیه السلام عبای خود را بالای این فرد میاندازند و توسط عبای خود پیامبر او را میپوشانند و بعد این اشعار را این شخص زمزمه میکند و پیامبر هم این اشعار را تایید میکنند. حتی ادعا شده که یکی از ابیات این شعر را، این قصیده را پیامبر علیه السلام گفتند، یعنی جزئی از این شعر را این فرد بوصیری گفته و جزء دیگر را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند. بوصیری گفته مولای صلی و سلم دائما ابدا و پیامبر علیه السلام ادامه اش را گفتند که علی حبیبی که خیر الخلق کلهم، یعنی جزئی از این را پیامبر گفتند، جزء دیگر را بوصیری گفته. و جالب این که میگویند این شعر و این قصیده مورد تایید پیامبر قرار گرفته و پیامبر علیه السلام تایید کردن این شعر را از بوصیری. وقتی که این شخص از خواب بیدار میشه از مریضی خود خوب شده و از مریضی خود شفایاب شده و به همین جهت به آن قصیده برده میگویند، به جهت این که پیامبر علیه السلام بنا به این ادعا عبای خود را به بالای این نفر انداختند و او را با عبای خود پوشاندند. و همچنین قصیده برعه هم میگویند، یعنی اینکه این شخص خوب شد، از مریضی سلامت شد. به هر حال حالا برعه یا برده یا هر بلای دیگری که هست، این قصیده به این واسطه به آن قصیده برده یا برعه میگویند که یا عبای پیامبر بالای این انداخته شده و یا اینکه از مریضی شفایاب شده، به این واسطه به آن قصیده برعه میگویند. این یک دروغ شاخدار است، یک دروغ شاخدار هست که حقیقتاً نمی شود به آن استناد کرد. یک دروغ شاخدار ساختند برای این که مردم را به طرف شرک و به طرف بدعت دعوت کنند. هدف دیگری نیست از این. به خاطر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شخصی می آید به پیامبر علیه السلام می گوید ما شاء الله و شئت، ای پیامبر آنچه را که تو بخواهی و الله بخواهد، و شئت آنچه را تو بخواهی و الله بخواهد، یعنی شخصی پیامبر علیه السلام را در کنار الله قرار می دهد و همراه الله می کند، چون واو و عطفه، واو و عطفه یا واو و معیته، یعنی اینکه تو و الله بخواهی، تو و الله بخواهی یا الله و تو بخواهی، یعنی پیامبر علیه السلام را در برابر الله قرار میده. پیامبر علیه السلام در جواب چی میگن؟ میگن اجعلتنی لله ندا، آیا مرا شریک خدا قرار میدی؟ مرا شریک الله قرار میدی؟ مرا در کنار الله قرار میدی؟ بعد میفرمایند قل ما شاء الله وحده، بگو فقط بگو الله بخواهد، ما شاء الله آنچه که الله بخواهد، نگو ما شاء الله و شئت، چون اگر این چونین بگویی مرا در کنار الله قرار دادی، مرا شریک الله قرار دادی. و این چیز را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر علیه مبارزه میکنند. چگونه پیامبر علیه السلام این قصیده‌ای که برای شما ثابت خواهد شد که در آن شرک وجود داره، در آن بدعت و خرافه وجود داره، پیامبر علیه السلام چگونه این را تایید میکنند؟ چگونه پیامبر علیه السلام این نفر را شفا میدهند؟ چگونه از این مریضی پوستی این نفر شفایاب میشه؟ مگر امکان داره همچون چیزی که پیامبر علیه السلام چیزی بگویند و کاری بکنند که خلاف قول خدا و قول خودشان باشه؟ به هر صورت اجازه بدید که این حقیقتا یک مقدمه کوتاهی بود تا این که عزیزان با این قصیده برده یا قصیده برعه با این آشنایی پیدا بکنند و بدانند که چرا به این قصیده برده میگویند. در این قصیده اشعار فراوانی آمده، اشعار فراوانی آمده، یعنی ابیاتش زیاده. فقط بنده به بعضی از نکاتش اشاره میکنم که مخالفت صریحی با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داره.
مثلا در یکی از اشعار این نفر میگوید یا اکرم الخلق، برای پیامبر میگه یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. میگوید یا اکرم الخلق، ای بهترین مخلوقات، برای پیامبر میگه مالی من الوذ به، چی کسی است برای من که من به او پناه بجویم، به او پناه بجویم و به او پناه ببرم، سواک غیر از تو، عند حلول الحادث العممی، وقتی که حادثه به وجود میاد، وقتی که مشکلی به وجود میاد، وقتی که سختی و دشواری به وجود میآید، من غیر از تو چی کسی را دارم که به او پناه ببرم. این نفر الله را نمیشناخته، این نفر حقیقتا از فهم قرآن به دور بوده، و الا ای که خداوند متعال سبحانه و تعالی میگه به من پناه ببر، به من پناه ببر، ولی این نفر میگه برای پیامبر میگه که یا اکرم الخلق. باز کسی نگوید که این شاید منظورش الله بوده. اگر منظورش الله باشه که کافر مطلق شده، چون الله را مخلوق گفته. میگه یا اکرم الخلق، پیامبر را خطاب قرار میده، ای بهترین مخلوقات، ای عزیزترین مخلوقات، مالی من الوذ به سواک، من به چی کسی پناه ببرم، عند حلول الحادث العمیم، در وقتی که مشکلی به وجود بیایه، در وقتی که دشواری به وجود بیایه، چی کسی غیر از تو دارم که به او پناه ببرم. این فرد ببینین چقدر از قرآن کریم و از احادیث پیامبر علیه السلام به دور بوده. خداوند متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه یونس آیت 106 می فرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. آیت 106 سوره مبارکه یونس، الله می فرماید ولا تدع من دون الله، غیر از الله از کسی دیگر طلب نکن، غیر از الله کسی دیگر را به کمک و یاری نخواه، غیر از الله به کسی دیگر پناه نجو، نگو که مالی من الوذ به سواک، برای الله سبحانه و تعالی بگو این حرف را، یا الله مالی من الوذ به سواک، یا الله غیر از تو چی کسی است که من به او پناه ببرم در وقت مشکلات و در وقت سختی ها. برای پیامبر علیه السلام این حرف را نزن، چون پیامبر علیه السلام هم به الله متعال پناه میبرد. پیامبر علیه السلام هم در وقت مشکلات به الله پناه میبرد. الله متعال با صراحت کامل در سوره مبارکه یونس در آیت 106 میفرماید ولا تدع، نخوان، من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، غیر از الله کسی که نه برای تو نفع رسانده میتواند و نمیتواند بر تو ضرر وارد کند. مادامی که الله میفرماید غیر از الله میگوید من دون الله، غیر از الله. حالا سوال اینجاست که پیامبر من دون الله یا الله است؟ بدون شک هر انسان مؤمنی میگوید پیامبر علیه السلام الله نیستند بلکه من دون الله هستند. پس چرا از پیامبر صلی الله علیه و سلم کمک خواسته میشه؟ چرا این نفر میگه که ای پیامبر غیر از تو کسی دیگر را ندارم که به آن پناه ببرم، در حالی که الله میگه به من پناه ببر، به من پناه ببر، مشکلاتت را به من بگو، چون من هستم که نفع میرسانم و ضرر را از تو دفع میکنم. اما این نفر با جسارت چی میگوید؟ برای پیامبر علیه السلام میگه یا اکرم الخلق. برای پیامبر علیه السلام میگوید یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک، به چی کسی من پناه ببرم، به چی کسی من عرضم را بگویم که عرضم را بشنود، غیر از تو کسی دیگری را ندارم. در حالی که الله میگه ای انسان من هستم که مشکلات تو را رفع می کنم، من هستم که خوبی ها را برای تو می آورم و مشکلات و سختی ها را از تو دفع می کنم. و در حدیثی آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند، حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت می کند، پیامبر می فرمایند من مات و هو یدعو من دون الله ندا دخل النار، هر کسی که بمیرد در حالی که غیر از الله متعال را به کمک و یاری خواسته، دخل النار، داخل جهنم میشه.
چگونه غیر از الله متعال را ما بطلبیم؟ چگونه به غیر از الله متعال به کسی دیگر پناه ببریم؟ این توحید را این پیامبر یاد میدهد، همین پیامبری که این نفر ادعا می کند که من محب پیامبرم، این نفر ادعا می کند که من پیامبر را خواب دیدم و پیامبر علیه السلام نعوذ بالله تایید کردن این شرک را که او به پیامبر گفته من به چی کسی پناه ببرم غیر از تو؟ مگر امکان داره همچون چیزی؟ مگر همچون چیزی امکان داره که پیامبر علیه السلام باز بیاین بگن که من مات و هو یدعو من دون الله ندًا دخل النار؟ و عجیب اینه که این افراد کتاب بخاری و مسلم و احادیث را هم قبول دارند، میگویند ما قبول داریم، قرآن را هم میگویند قبول داریم، باز میاد این حرف را میزنه، میگه که به چی کسی غیر از پیامبر پناه ببرم؟ این انسان الله را نشناخته، این انسان پیامبر را هم نشناخته. چون حقوقی که پیامبر علیه السلام دارن این که تو باید بر رسالت پیامبر زانو بزنی، در مقابل رسالت پیامبر سر خم کنی، نه این که سر بالا بکنی و هر چی دلت میخواهد بگویی. حالا شما خودتان تصور کنید که این قصیده در جشن میلاد یا در جشنهای دیگر یا در محافل و مجالس دیگر بیان میشه و ذکر میشه، شاید این افراد این معنا را نمیدانند، شاید این معنا را نمیدانند که حقیقتا این فرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید و پیامبر را مخاطب قرار میدهد که من غیر از تو به چه کسی پناه ببرم در وقت مشکلات و سختی ها. این یکی از ابیات بود. بیت دیگر، اما اجازه بدید که یک میان برنامه را ببینیم با هم، بعد از آن ان شاء الله به بیت دیگر خواهیم پرداخت. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. پیرامون قصیده برده صحبت می کردیم. یکی از ابیاتش را به خدمت شما عزیزان عرض کردم و به هر حال جوابش و پاسخش را هم همچنین از آیات قرآن کریم دادیم که کلاً مخالف آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بیت دیگری در این قصیده موجود هست که میگه فان من جودک الدنیا و ضرتها، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، و من علومک علم اللوح والقلم. میگه ای پیامبر از جود تو دنیا و امثال دنیا و آنچه که همسال دنیا و مثل دنیا هست پیدا شده، به وجود آمده. از جود تو، از سخای تو خواستی که اینها به وجود بیایه. و من علومک علم اللوح والقلم، و از علومی که تو داری علم لوح و قلمه. حالا ما مراجعه میکنین که این نفر این حرف را زده چی جایگاهی در قرآن کریم داره، چی جایگاهی در سنت پیامبر داره. آیا واقعا راست میگه؟ آیا واقعا
دنیا و ما فیها و آنچه که در دنیا و آخرت هست، دنیا و آخرت همه و همه اینها از جود پیامبر آفریده شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را آفریده، یا از جود پیامبر هست، یا اینها الله متعال آفریده و الله سبحانه و تعالی خواسته اینها به وجود بیایه. و همچنین آیا این که پیامبر علیه السلام علم لوح و قلم دارند؟ قرآن کریم چی میگوید در این مورد؟ میگوید در سوره مبارکه لیل آیت 13 الله میفرماید و ان لنا للآخرة والاولی، برای ماست، قطعا برای ماست و بدون تردید برای ماست دنیا و آخرت، از آن ماست، از بخشش الله متعال هست، از جود الله متعال هست، نه از جود پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این نفر می آید در این مورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم اتهام می بندد و می گوید ای پیامبر از جود تو اینها آفریده شده، در حالی که الله میگه و ان لنا للآخرة والاولی، از برای ماست و از جود و بخشش ماست به وجود آمدن دنیا و آخرت و آنچه که در دنیا و آخرت هست. الله متعال میگه برای ماست، اما این نفر میگه از بخشش پیامبر است. بخش دوم آن این که پیامبر علیه السلام هیچ تصرفی در کائنات ندارند، بلکه الله متعال هست که تصرف در کائنات دارد. و نیز این که جز الله متعال هیچ احدی بر علم لوح و قلم احاطه ندارد. ولا یحیطون بشیء من علمه، الله متعال در آیت الکرسی میگه در آیت 255 سوره مبارکه بقره ولا یحیطون بشیء من علمه، از علم خداوند متعال به علم الله کسی احاطه ندارد. علم لوح و قلم در نزد الله است، محفوظ است در نزد الله سبحانه و تعالی. پیامبر علیه السلام احاطه بر علم لوح و قلم ندارند که این نفر میگوید و من علومک علم اللوح والقلم، از علوم تو ای پیامبر علم لوح و قلم هست، فهم و دانش لوح و قلم هست و تو همه را میدانی، در حالی که این خاصه الله متعال سبحانه و تعالی است. و هیچ احدی ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ احدی بر علم پروردگار، بر علم لوح و قلم تسلط ندارد، احاطه ندارد، آشنایی ندارد، مگر آنچه که الله متعال به پیامبران خود وحی میکند و آنها را میفهماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت میکنند، در حدیث 3445 میفرمایند لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما زیاده روی و افراط نکنید، اطراء به معنی افراط، شما افراط نکنید، زیاده روی نکنید در حق من پیامبر، کما اطرت النصارى ابن مریم، چنانچه مسیحی نصرانی ها در حق عیسی پسر مریم علیه السلام در واقع افراط کردند، زیاده روی کردند. فانما انا عبده، من بنده الله هستم. پیامبر میفرمایند فانما، انما کلمه حصر، فانما جز این نیست، غیر از این امکان ندارد، انا عبده، من بنده الله هستم. فقولوا عبد الله و رسوله، بگویید بنده خدا و رسول خدا، بگویید بنده الله و رسول الله، عبد الله و رسول و فرستاده الله. اما این نفر میگه نه، از جود پیامبره که همه به وجود آمده، از جود پیامبر و بخشش پیامبره که دنیا و آخرت و ما فیها به وجود آمده. میگه پیامبر اینها را بخشش کرده، میگه که پیامبر بر علم لوح و قلم را داره و همه چیز آشنایه، در حالی که پیامبر علیه السلام میفرمایند شما زیاده روی نکنید، افراط نکنید در مورد من پیامبر، مرا در مقام الله ننشانید، بلکه بگویید عبد الله و رسوله، من بنده خدا هستم و فرستاده الله هستم. این را برای من بگویید، بگویید که ای پیامبر تو بنده الله هستی و پیامبر و فرستاده الله هستی، نه اینکه بگویید تو نعوذ بالله اوصاف و صفات الله متعال را به ایشان صلی الله علیه و سلم که سر و جان همه من و شما فدایشان باد
بگوییم که تو هستی که همه اینها را کردی و صفات الله را به ایشان صلی الله علیه و سلم بدهیم. بلکه رسول الله علیه السلام با صراحت لهجه ما را از این حرفه های مزخرف و از این حرفه های توخالی و از این حرفه های خطرناک و شرکامیز و کفرآمیز ما را منع می کنند. و ابیات دیگری در این قصیده موجود است که متاسفانه از آن بوی شرک و کفر برمی آید که انشاءالله در قسمت‌های بعد به آن خواهیم پرداخت. در این قسمت همه شما عزیزان و گرامیان را به الله پاک و بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددکار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.